در همین گذرگاه راه ماشینگرد واقع در دهه چورکاران 3 کیلومتری شهر دوشنبه هنگام شب چند روز قبل پرپرشکی بازرسان دولتی شهر حصار یکی از ساکنان همین دهه فرهناز رحمت و را میزند که فعلا در بیمارخانه قره‌بالای شهر دوشنبه مراقبت پزشکان قرار دارد. این حادثه در حالت رخ داده است که به قبل خودی پرپرشکی کلان بازرسان دولتی ناحیه حصار غلام غفار هنگام شب بود و از بس که طریق ماشینا خیلی چراغان بود و اون نتوانست است تا اندازه خودش را اداره کند و هنگامی که این راهگذرها از اینجا میگذشتند در اینجا اصابت میکند. اما قریبی آرامگاه آرامگاه سفرالی که اینجا است. بله بله. روبروی همینجا یکی از این راه بجان و ارتش شانی فرها من ندیدم موندم یکی از برای پیدا شدن در روی راه از گرچند که وایم کردیم تورم زام کردیم اما آخرین ماشین در رسیده. طوری که شاهدان میگویند که فرهناز رحمت و را هنگامی که این ماشین میزند تقریبا تا این اسگاه یعنی تا 5 متر با خودش میکشد و میبرد. حالا طوری که پزشکان بیمارخانه قره‌بالا گفتند میان فرهناز 18 ساله از دو جایش کفیده است و هنگامی که او به زمین برمیخورد سرش نیز آسیب جدی میبیند. تنها بعد از 3 روزه که او در بیمارخانه بستری بود به خود آمده است و حالا طوری که نزدیکانی به ما گفتند به طور پراکنده صحبت میکند هنوز حواسش نیز جمع نشده است. مجروحی وی کسی همون دخترک دو جا کفیدگی میانش کمتر سرش آسیب داره. بعدی 2 روز 3 روز در وزنی خانه بود حاضر پلت گذراندن بهتره خیلی. طوری غفار غلامov در صحبت تلفنی به ما گفت حالا نسبت این حادثه تفتیشات ادامه دارد و او میگوید که در این کار خودش را چندان گناهکار نمی‌حسابد و به قبل خودش یک فلاکتی بوده است که از زیر پا خسته است. همون آدم با ما حاضر یاردم داشته هم تمام همین نظارتی که حاضر همون مقصدی که چیزی که در کار است برای همین دخترک همین شفیار همین گهی باش خاصه در همین کارا. فعلا در نسبت این حادثه تفتیشات شروع شده و از طرف مفتشان بازرسان دولتی اتومبیلی شهر حصار مورد تحقیق و بازجویی قرار دارد و آنها گفتند که تنها پس از انجام پوره این تفتیشات به مطبوعات خبر خواهند داد.